رویای طاهرگان خاموش اسم نمایشنامه است که در پاریس 2 شب با موفقیت بر روی صحنه رفت. بسیاری از دستاندرکاران که از ایران آمده بودند میگن که این روایت امروز ماست. با هم به گزارشی در ارتباط با این نمایش نگاه میکنیم. در حاشیه رودخانه سن، فرهنگسرای پویا در خدمات فرهنگیش اجرای نمایشنامه‌خوانی رویای طاهرگان خاموش را که به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد ساکن ایران است به روی صحنه می‌آورد. نمایشنامه در پاریس توسط نویسنده آماده شد و وی از جمله 8 نفری است که در تهران در بیانیه منتشر شده خود گفتند که کارهایشان متأثر و گویای حوادث روز به روز ایران خواهد بود. نمایشنامه حکایت دختر نوجوانی است که در پناه بردن به یک خانه مورد ظن کسانی قرار می‌گیرد که اعتراف به هویتش در هر وضعیت برای او دردسرساز خواهد شد. از شبنم طلوعی یکی از بازیگران پرسیدیم اینجا شما در پاریس تا چه حد به حوادث و تئاتر ایران نزدیک هستید؟ در واقع من به شدت همچنان خودم رو توی ایران حس میکنم، برای اینکه من دسامبر 2004 بود که از ایران مجبور شدم بیام بیرون و خب خوشبختانه با وجود اینترنت و اطلاع رسانیایی که وجود داره دوستانمون یک لحظه ارتباطمون قطع نشده و بیشتر میگم تو ایران زندگی میکنم تا اینجا. بنابراین ایفای این نقش خیلی آسون بود و خیلی تلخ به خاطر اینکه یادآور تلخی است که زن ایرانی داره در واقع تجربه میکنه و ما یک کوچولو ازش دور شدیم. من به میل خودم میخوام طیب طاهر بشم. هیچ گرد نداره به خاطر من این جوون مرد بازخواست کنه. یه شب بارونی بود که ارزمون دیدم. زن دنبال جایی میگشت که شب و سر کنه. از پشت اون آرایش غلیظ میشد فهمید که بی‌پناه. مرده هنوز خیلی جوون بود، فکر کنم 20 و چند ساله. اسمش آزیتا. خفه گفتم نمیتونید منو گول بزنید. خودم شنیدم که یکی تو خیابون صداش کرد رویا. ولی گفتم خفه. بابک اکبری فراهانی مجری نقش اسد است. او از استقبال مردم در پایان اولین شب اجرای نمایشنامه میگوید. در مورد اون چی که دیشب در پس از اجرای نمایش اتفاق افتاد و اون چی که شاید میشه گفت تئاتری بود بعد از اجرای تئاتر اصلی و روی صحنه، برخوردی بود که با تماشاگران و مخاطبانمون داشتیم و میشه ازش برداشت کرد که در اونجا تم نمایشنامه‌ای که بعد از صحنه اتفاق افتاد بیانگر خواست‌ها و آرمان‌های مشترک و جمعی یک ملتیه که در شرایط کنونی همه اینها رو در اون تم مشترکشون به هم نزدیک کرده و شاید یک زبان جدیدی برای ارتباط با هم دیگه پیدا کردن. پس عفت خانم راست میگه که انگار هنوز دود از کنده بلند میشه. خانم امیر ابراهیمی، نمایشنامه درباره سرنوشت یک دختر جوان هست. شما هم جوان هستید. آیا امروز جوانها در ایران صحبت میکنند؟ بله، فکر میکنم که امروز مخصوصا توی شرایط 6 ماه اخیر و تصاویری که من از ایران میبینم و خبرهایی که میشنوم و میخونم، واقعا این اتفاق افتاده که جوانها مخصوصا متولدین دهه 60 به بعدن که بالاخره متوجه شدن که میتونن سرنوشت خودشون رو در دست داشته باشن و دارن براش تلاش میکنن. میتونم بگم دارن حرف اولو میزنن. شاید خب به هر حال نسل‌های قبلی خیلی کمک دارن میکنن در شکل گرفتن ذهنیت جوانهای این دهه، ولی واقعا من فکر میکنم که الان اونا جلوتر از بقیه دارن میرن. این صداها در سرم نمیپیچند. باز بیخوابی به سرت زده. صدرالدین زاهد، رضوان زندیه و بشیر فرامرزی هنرمندان دیگر نمایشنامه‌خوانی رویای طاهرگان خاموشند. گوهر سالها از تو فرار کرد ولی میدونست که یه روزی میای. گوهر دیگه حرفی نداره آقا. شروع کن. تن گوهر آماده طهارت آخره. گزارشی بود از پاریس برای برنامه شباهنگ. بله، رویای طاهرگان خاموش نمایشنامه بود که در پاریس به روی صحنه رفت. اما جوایز موسیقی آمریکا پرفروشترین هنرمندان